سلام، وقتتون بخیر باشه. اومدیم امروز با یک تمرین خیلی عالی برای فعالیت بچه‌ها در مدرسه. قراره تا هفته آینده بچه‌ها یه فعالیتی رو برای کلاس انجام بدن و توی این فعالیت ما قراره به تقویت عضلات چشمشون، چون در خیلی از حرکت‌ها و بازی‌ها و فعالیت‌هایی که ما در کلاس داریم متأسفانه بچه‌ها توی هماهنگی چشم و دست اونطور که من شاهد بودم دچار مشکل هستن و برای دقیقا در مقابل چشم کودک قرار میدم و کودک باید اینو نگاه کنه، اینو عقب ببره جلو بیاره، عقب ببره جلو بیاره. حرکت قبلی به این شکله، توی به سمت راست به سمت چپ، حرکت دوم تعبیرش کن. اصلا نباید سر تکون بخوره. اگه دقت کنید من سرم کاملا ثابته و فقط چشم هست که داره حرکت می‌کنه. حرکت بعدی چوب رو به جهت‌های برعکس می‌بریم. چوب رو به سمت بالا، دوباره به سمت پایین. دوباره بالا، دوباره پایین. بالا، پایین. بالا، اینجا قرار میدم. کودک باید به صورت هلال ببره. ببره. یه نکته دیگه هم که میتونم به جای چوبک از انگشت دستشون استفاده کنن. یعنی تمامی این حرکات رو با انگشت دست انجام بدن.